بوف تقدیم می‌کند. نام کتاب یک رنگی، نویسنده دکتر شاپور بختیار، بخش سوم، قسمت اول. عجله کنید، برای من دولت تشکیل دهید. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. طی آن 2 ماهی که دولت نظامی بر سر کار بود، انقلاب همه‌گیر شد. رسانه‌های خبری که می‌توانست از آشوب در حین تدارک پرده بردارد، زیر فشار دولت و تحت سانسور شدید قرار گرفت. در این شرایط 2 ماه هیچ روزنامه‌ای در تهران منتشر نشد. پادشاه پس از نافرجا ماندن مأموریت صدیقی برای اولین بار با من تماس گرفت. غروبی بود در کاخ نیاوران. در اینجا بار دیگر به صحنه‌ای باز می‌گردیم که این کتاب با آن آغاز شد. اولین جملات شاه چنین بود: شما را از کی ندیدم؟ جواب دادم: از 25 سال پیش اعلیحضرت. قاعدتاً این تاریخ باید در خاطرتان باشد. بله، بدون شک در خاطرش بود. تاریخ سقوط مصدق 1 ربع قرن پیش، یا درست‌تر بگوییم 2 ماه مانده به 1 ربع قرن. ولی در زمان چنین طولانی 2 ماه چندان به حساب نمی آید. پادشاه به من گفت: شما جوان مانده اید، در هر حال پیر نشده اید. من مراسم ادب را به جای آوردم و در کنار یک میز مستطیل بر 2 صندلی روبروی هم نشستیم. گفتگو را شاه آغاز کرد: این پدیده خمینی چه صیغه‌ای است؟ منطقی بود که بخواهد بداند برداشت من از ظهور این عامل جدید در صحنه سیاسی ایران چیست. بسیار ساده است اعلیحضرت، واکنش مردم است، یا لااقل یکی از واکنش‌های متعدد آنهاست در مقابل دولت‌هایی که ما بارها از حضور اعلیحضرت تقاضا کرده بودیم از آنها پشتیبانی نفرمایند. یعنی چه؟ بدون حمایت شما هیچ کس این دولت‌ها را تحمل نمی‌کرد. قدرت معنوی اعلیحضرت در این مورد بسیار قابل ملاحظه بوده است. شما خود مسائل سیاسی را حل و فصل می‌کردید و همین پشتوانه دولت می‌شد. پیامد این حرف سکوتی سنگین بود که من با این جمله شکستم: اعلیحضرت به من اجازه می‌دهید مطلبی را عرض کنم؟ من اگر به زمستان زندگی نرسیده باشم بیشک پاییز عمر را گذراندم. این تالاری که من در آن شرفیاب شدم حرفهای سراسر دروغ بسیار شنیده است. اعلیحضرت مایلند که من هم به روال گذشته رفتار کنم یا به من اجازه می‌دهند که حقایق را ولو تلخ بیان کنم؟ اگر اعلیحضرت تمایل به شنیدن حرفهای صادقانه ندارند من مرخص می‌شوم. هر وقت احضار بفرمایید در خدمت خواهم بود، ولی همیشه به این منظور که افکارم را درباره آینده ایران صمیمانه بیان کنم. پادشاه دستش را بلند کرد: خیر، حقایق را بگویید. گفتگوی ما هم مؤدبانه بود و هم نشان فراوان از صراحت داشت. شاه از من سوال کرد: راجع به صدیقی چه فکر می‌کنید؟ صدیقی مردی وطن پرست، صاحب فکر و بسیار شریف. من در دولت مصدق با او همکاری داشتم، البته نه در همان رده. صدیقی استاد دانشگاه بوده است و به تقاضای خود حالا بازنشسته و در نتیجه آزاد است. اگر بتواند دولتی تشکیل دهد من حاضرم هر گونه کمکی که میتوانم به او بکنم. به نظر می آمد که اعلیحضرت پیشنهاد من را با حسن قبول شنید. سپس از من پرسید: شما در تظاهراتی که این روزهای اخیر در خیابان به راه افتاد شرکت نکردید؟ اعلیحضرت من نمیتوانم با جمعی که آرمان و مشی سیاسیش با آرمان با مشی سیاسی من منطبق نیست بیامیزم و با آنها هم صدا شوم. من به اصولی که برگزیدم پایبندم. پس چرا سنجابی رفته بود؟ بهتر است اعلیحضرت از خود او این سوال را بفرمایید. من از طرف او نمیتوانم جوابی بدهم. فقط میتوانم بگویم خودم چرا در این تظاهرات شرکت نکردم. تصور میکنم که پادشاه به این نکته توجه داشت که من موضع خود را علیرغم فشارهایی که بر من وارد میشد و علیرغم حضور بسیاری از مردان سیاسی در آن راه پیمایی حفظ کرده بودم. من ترجیح دادم در خانه بمانم. کجا زندگی میکنید؟ زیاد از اینجا دور نیستم، حدود 1 کیلومتری کاخ. وقتی به وجودتان نیاز بود به شما اطلاع خواهم داد.
آیا هنوز میشد گفت که دولت ازهری تسلطی بر اوضاع دارد؟ بی‌نظمی به تمام خیابانها سرایت کرده بود. ارتش بود، بستری بود و پادشاه در مقابل فشار مردم کوچه و بازار خود را تنها میدید. با این همه دفع الوقت میکرد. در انتظار چه بود؟ به ظن قوی برایش مشکل بود پس از آنکه سالها ما را نالایق و مزاحم خوانده بود، حالا دست نیاز به سمت ما دراز کند و آشکارا بگوید من به یاری شما محتاجم. 10 روز بعد اعلیحضرت مرا دوباره به حضور طلبید. این ملاقات کوتاه‌تر از قبلی بود و حدود 20 دقیقه به طول انجامید. پادشاه به من گفت وقت تنگ است، به من بگویید آیا حاضری دولتی تشکیل بدهید؟ این بار حقیقتا او را نگران می دیدم، ولی آیا می توانستم فقط به منظور رفع این نگرانی ناگهانی پاسخ مثبت بدهم؟ من هم در آن زمان نیاز به تعمق داشتم. اوضاع سیاسی از 2 ماه پیش به این طرف دستخوش تحولات مهمی شده بود. من حمایت کلی جبهه ملی را از دست داده بودم. فشار عمومی از حد و مرز قابل تحمل گذشته بود. حوادثی بسیار کوچکتر از اینها می تواند آدمی را ناتوان سازد و زیر بار خود خرد کند و دچار دردسر نماید. برای شنا کردن برخلاف جهت باید بسیار بر خود مسلط بود و تمام شهامت ممکن را گرد آورد. آن هم چه جریانی، چه سیلابی، چه خروشی. من در خدمتم اعلی حضرتم، ولی لازم است که مسئله را با دقت بیشتر بررسی کنم. از طرفی شرایطی که فضای موجود تحمیل کرده مطرح است و از طرف دیگر اعتقادات شخصی من درباره شیوه حکومت. اگر قرار است از کار من نتیجه حاصل شود، این واقعیت‌ها باید با هم آشتی پذیر باشد. به علاوه باید در فکر پیدا کردن همکارانی باشم. در این دوران تعداد افراد شریفی که مورد احترام و اعتمادم باشد زیاد نیست. محتمل است ناگزیر شوم از کسانی که چندان شهرتی ندارند ولی لااقل آلوده به مسائل مشکوک نیستند دعوت به همکاری کنم. پادشاه تصدیق کرد. بعد حرف مرا قطع نمود و گفت بله متوجهم، ولی وقت تنگ است. از اعلیحضرت تقاضای 10 روز فرصت دارم. زیاد است. تصور نمی کنم از این سریعتر ممکن باشد. در هر حال نهایت کوششم را می کنم. وقتی کاخ را ترک گفتم احساس کردم که مسئولیت بسیار سنگین را بر عهده گرفتم. خاطرم هست که به خود گفتم آه اگر اوضاع آرام بود و چرخها می گردید کجا کسی از تو می خواست که کابینه تشکیل دهی. چون برده‌ای که در جنگ‌های رومی وظیفه داشت مداوما به فرمانده فاتح خود یادآوری کند فراموش نکن که تو بشری بیش نیستی. صدایی در گوش من زمزمه می‌کرد پادشاه به تو رجوع کرده است چون کسی دیگر را ندارد. در این صورت میشد گفت اگر چنین است برود و نخست وزیر دیگری از هر جا که می‌خواهد بیابد. درست است که عده قابل ملاحظه‌ای را به محک تجربه زده است، ولی از آن قبیل هنوز هم کسانی هستند که میتوان یکی پس از دیگری در بوته آزمایش قرارشان داد. ولی حقیقت این است که مسئله دیگر مسئله شخص شاه نبود، حتی مسئله قانون اساسی هم نبود. مسئله ایران بود، موجودیت ایران برتر و والاتر از همه چیز. پس قضیه روشن بود، باید دست به کار می شدم تا کسی نتواند روزی در تاریخ بنویسد که پس از 25 سال سنگ حقوق و اصول را بر سینه زدن. در لحظه حساس جواب من این بود که دیگر کار از کار گذشته است. طبیبی که بر بالین محتضری می رود و می داند که بیمار نفسهای واپسین را می کشد باز در نجات او می کوشد. آخرین شراره امید را در او می دمد. در هر حال جواب من برای محمد رضا شاه جای تردید باقی نگذاشت. قبل از آن که به من اجازه مرخصی دهد گفت حال ازهری خوب نیست، اگر قصد سفر دارد به او گذرنامه بدهید. من که در این زمینه اختیاری ندارم. نخست وزیری وجود ندارد، دیگران هم همه نظامی اند. قبول میکنید که دستورات را تلفنی صادر کنید؟ من هم از این طرف دستور لازم را می دهم که پرونده های فوری در اختیار شما گذاشته شود.
و مطالب با شما مورد شور قرار گیرد. این شتاب زدگی به یک معنا مرا در مقابل عمل انجام شده قرار میداد. هنوز هم می توانستم بپذیرم یا رد کنم. جوابی میان این دو را انتخاب کردم. اگر در مورد مسئله حاد مورد مشاوره قرار بگیرم، البته نظرم را خواهم داد. حدود 1 ساعت یا حد اکثر 1 ساعت و نیم بود به خانه بازگشته بودم که شاه تلفن کرد. کابینه‌تان را چه روزی می توانید معرفی کنید تا من آن روز را در تقویم کاریم در نظر بگیرم؟ تقویم پادشاه در آن فصل بسیار خالی بود. نه سفیری به حضور می رسید و نه ملاقاتی وجود داشت. اعلی حضرت، من قبل از 10 روز نمی توانم تاریخی معین کنم. عملاً غیر ممکن است. بسیار خوب. کی میایید که شرایطتان را برای تشکیل دولت توضیح دهید؟ فردا. با شتاب هرچه تمامتر 10 نفری را دعوت کردم و از آنها خواستم که تمام پیشنهادات و قطعنامه‌هایی که ظرف سال گذشته در تجمعات و میتینگ ها مورد بحث قرار گرفته است برایم گرد آورند. پس از بررسی آنها به این نتیجه رسیدم که از زمان نخست وزیری آموزگار تا آن روز از گروه‌های چپی تندرو گرفته تا سلطنت طلبان همه در 7 مورد با هم توافق دارند. روال ساده‌ای را در پیش گرفتم. آن 7 مورد را به عنوان برنامه کوتاه مدت دولتم انتخاب کردم. به این ترتیب می‌خواستم با وفاداری و امانت اراده مردم را به اجرا درآورم. در واقع این 7 مورد به 5 تقلیل می‌یافت و 2 نکته دیگر را که با طرز کار دولت ارتباط پیدا می‌کرد خود به آنها افزودم. آنچه مردم می‌خواستند اینها بود: اول، آزادی مطبوعات که با اعتقادات شخصی و عمیق خود من هم بسیار منطبق بود. دوم، انحلال ساواک. سوم، آزاد کردن زندانیان سیاسی. چهارم، انتقال بنیاد پهلوی به دولت. پنجم، حذف کمیسیون شاهنشاهی که چون دولتی در دولت در تمام امور مداخله میکرد. 2 شرط شخصی خودم از این قرار بود: انتخاب تمام وزرا منحصر به من باشد. از اعلی حضرت بخواهم که اگر امکانش وجود داشته باشد بپذیرند در سفری به خارج بکنم. درباره این نکته آخر باید توضیح بدهم. حدود 2 ماه، حتی 1 ماه و نیم قبل از این تاریخ من چنین تقاضایی از پادشاه نمی کردم. اما تب چنان بالا رفته بود و فضا چنان پریشان بود که من دور شدن شاه را لازم می دیدم. از طرف دیگر اصرار داشتم که برای اداره مملکت طبق اصولی که همیشه به آنها پایبند بودم دست باز داشته باشم. حضور شاه بدون شک مانع از اجرای این اصول می شد. اگر موفق می شدم نظمی نسبی در مملکت برقرار کنم، پادشاه بلا فاصله با دسیسه های متعارف آن را برهم می زد. با این یا آن وزیر کابینه می ساخت تا نظرات خود را بر مجریان امور دوباره برقرار سازد. باز تفرقه می انداخت تا حکومت کند. گرفتاری ایران این بود و گرفتاری شخص اعلی حضرت هم همین بود. از آنجا که مصممم جز حقیقت نگویم، اقرار میکنم که من این تقاضا را از روی میل و رضای باطن از شاه نکردم. وفاداری من نسبت به پادشاه به کمال بود، نه به دلیل علایق شخصی، بلکه به دلیل این که با اصولی که به آن معتقدم و با یک رنگی ذاتی من منطبق بود. ولی بیش از هر چیز از دسیسه ها هراس داشتم و میدانستم که در هر حال از مصدق قوی‌تر نیستم و او تا لحظه سقوطش با آنها دست به گریبان بود. من با پیشنهادات 7گانه به کاخ نیاوران رفتم. اعلی حضرت آشکارا سر سازش داشت. 5 پیشنهاد اول بدون بحث و حتی بدون اظهار نظر مورد قبول قرار گرفت. در مورد انتخاب وزرا پادشاه گفت: شما فهرست اسامی وزرا را بدهید تا نظرم را بدهم. من سر خم کردم، فهرست را نشان دادم. ولی اگر اعلی حضرت میخواست آدم ناموجهی را در کابینه به من تحمیل کند نمیپذیرفتم. بالاخره مسئله عزیمت او مطرح شد. پادشاه به من گفت: من در نظر دارم که سفری بکنم، ولی فعلا نمیتوانم از جزئیات آن حرفی بزنم. این کار را ظرف 2 یا 3 روز آینده خواهم کرد. سرعت پذیرش پیشنهاد خروج از کشور از طرف شاه مرا به این فکر انداخت
که آمریکایی‌ها نیز به او همین توصیه را کردند. زمانی را که برای دادن جواب نهایی معین کرد، احتمالاً در رابطه با گفتگوهایی بود که با آنها داشت. خود پادشاه در پاسخ به تاریخ می‌نویسد که آمریکایی‌ها هم مایل به دور شدن او از کشور بودند و در آخر همین کتاب تأکید می‌کند من از آمریکایی‌ها هیچ چیز دریغ نکردم. دلایل آنان حتما با دلایل من متفاوت بود. آنها نقشه دیگر در سر داشتند، ولی نقطه نظرمان در این مورد با هم تلاقی می‌کرد و من ایرادی به این اتفاق نظر نداشتم. بخش سوم، قسمت دوم. دولت به عنوان آخرین تیر ترکش. حالا بعد از گذشت زمان به نظرم میرسد که وقتی از سنجابی و چند دوست و دشمن قدیم دعوت به عمل آوردند که برای مذاکره درباره این مسئله جمع شویم، بیش از حد از خود وسواس اخلاقی نشان دادم و اگر بتوان گفت شرافتم را تا حد ساده لوحی رعایت کردم. به سنجابی گفتم چون شما 10 سال از من مسن‌ترید و من هنوز فرصت دارم، حاضرم که جای خود را به شما واگذار کنم. میدانستم که او مانع از این شده است که صدیقی با پادشاه به توافق برسد و به هیچ قیمت نمیخواهد که کسی دیگری در تشکیل کابینه موفق شود. مهازا مثل همیشه با زبانی چرب و نرم به من جواب داد شاه نخواهد رفت، ولی اگر شما بتوانید او را قانع کنید که برود، من با این که شما دولت را تشکیل دهید موافقت دارم. این موجود حیله‌گر کوشش داشت تمام ورقهای برنده را نزد خود نگه دارد، ولی متاسفانه وقتی بازی به آخر رسید تکخالها روی دستش باد کرد. در آن هنگام من در حال شور و مشورت برای جمع‌آوری 12 همکار موجه بودم. در حقیقت نیاز به 18 نفر بود، ولی فهرست من 12 ختم می‌شد و برای این کار 2 دلیل داشتم. اول می‌خواستم وزارت کشور را خود بر عهده گیرم و از طرف دیگر چون هنوز از کنار آمدن با بازرگان و گروهش نومید نبودم، صلاح در این دیدم که چند کرسی وزارت را به خصوص وزارتخانه‌هایی که نیاز به کار فنی و مهندسی داشت برای آنها نگه دارم. این وزارتخانه‌ها عبارت بودند از آبادانی و مسکن، صنایع و معادن، پست و تلگراف. به این ترتیب مجال بود پس از اقدامات اولیه شخصیت‌های جدیدی را وارد دولت کنم. مهلتی که مقرر شده بود به پایان رسید و من با فهرست آماده‌ام به حضور شاه رفتم. اولین اسمی که نظر او را گرفت اسم وزیر دفاع ارتشبد جمع بود. جمع فارغ التحصیل سنسیر بود. پانویس در رابطه با سنسیر توضیح داده سنسیر آموزشگاهی که در سال 1686 به همت مادام دومنتون بنیانگذاری شد و در سال 1808 طبق دستور ناپلئون با آموزشگاه مخصوص نظامی تبدیل گشت. بنای این مدرسه در سال 1944 ویران ولی بعد بازسازی شد و اکنون شامل یک دبیرستان نظامی نیز هست. باز می‌گردیم به متن. جمع فارغ التحصیل سنسیر بود. مردی صاحب فرهنگ، آشنا به چندین زبان و اهل کتاب. او درست منطبق بر تصویری بود که من برای وزرایم در نظر گرفته بودم. به هیچ فسادی آلوده نبود و این شجاعت را هم داشت که در زمان فرماندهی ستاد مشترک چند بار به اعلیحضرت بگوید خیر اینطور نیست. در گذشته با بعضی اقدامات مخالفت کرده بود و این مخالفت‌ها به قیمت برکناریش از کار تمام شده بود. من سوای تمام این دلایل برای دعوت او به کابینه‌ام دلایل دیگری هم داشتم. مطمئن بودم که او برخلاف سرهنگان یونانی و یا آمریکای جنوبی کودتاچی نیست. از طرف تمام ارتش و حتی سران آن با آغوش باز پذیرفته می شود. به علاوه می تواند با کفایت و لیاقتی که دارد کمکی ذی قیمت برای من باشد. جمع در دوره‌ای همسر خواهر شاه بود. با خواهر بزرگ پادشاه یعنی والا حضرت شمس ازدواج کرده بود و پدرش در دوران سلطنت رضا شاه نخست وزیر مملکت بود. پادشاه مرا با مختصری بی‌اعتمادی نگاه کرد و گفت جمع را شما از کجا می‌شناسید؟ اعلی حضرت من او را 40 سال پیش دیدم و از آن پس یک بار دیگر در سنوات اخیر در ضیافتی به او برخوردم. همین. با او هیچ تماسی دیگری نداشتم. حتی هنوز با او تماس نگرفتم که بدانم آیا این وزارت را میپذیرد یا خیر.
اسباب دردسرتان را فراهم خواهد کرد. چه دردسری؟ یا این مقام را میپذیرد یا رد میکند. اگر بپذیرد وزیری خواهد بود چون دیگر وزرا. تصمیمات عمده در هیئت دولت گرفته خواهد شد و اگر من با یکی از آنها مخالف باشم به مورد اجرایش نخواهم گذاشت. من نقطه نظرم را روشن میکنم. کسی که از آن ناراضی است کابینه را ترک میکند. نام فرمانده ستاد مشترک طبعا در فهرست من نبود، ولی اهمیت و حساسیت این مقام به حدی بود که پادشاه مایل بود بداند من آن را به چه کسی تفویض خواهم کرد. قدر مسلم این بود که این مقام را خود اشغال نمی کردم. اظهاری در طول نخست وزیریش فرمانده ستاد هم بود و اسباب ریشخند همه را فراهم آورد. پس چند فرمانده ستاد را معین خواهد کرد؟ من با مؤدبانه ترین لحن از اعلیحضرت خواستم که حل این مسئله را به خود من واگذار کنند، ولی در عین حال و به دلیل حساسیت‌های موجود نمی‌خواستم شاه تصور کند لابد علیه من می‌خواهند اقدام کنند. به همین دلیل اضافه کردم جمع 2 یا 3 افسر ارشد را پیشنهاد خواهد کرد و از میان آنها من یکی را با توافق خود اعلیحضرت انتخاب می‌کنم. نام دومی که محمد رضا شاه را به تفکر واداشت نام وزیر امور خارجه بود، یعنی مینفندرسکی، بهترین و درخشانترین دیپلمات ایرانی که من ظرف این 30 سال شناختم. مینفندرسکی علاوه بر آشنایی و تسلطی که بر سیاست خارجی داشت 4 زبان میدانست. در یکی از کابینه‌های گذشته معاونت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت و آخرین پستش سفارت در مسکو بود و 6 سال هم در این سمت ماند. او هم با پادشاه درگیری‌هایی پیدا کرده بود. اعلیحضرت ممکن بود فکر کند که من قصد دارم هیئت دولت را منحصراً از افرادی تشکیل دهم که تنها وجه امتیازشان این است که روزی در مقابل او ایستادگی کردند. تعدادی کسانی که این مشخصه را داشتند در هر حال زیاد نبود و در آن روزها این وجه امتیاز می توانست محک بسیار خوبی برای انتخاب همکاران باشد. ولی از ذهن من بسیار دور بود که فقط به این معیار اکتفا کنم. نظر من متوجه صاحبان استعداد بود، به این شرط که هر کدام دارای استقلال فکری و شجاعت شخصی هم باشند. سابقه گرفتاری مینفندرسکی به جنگ 6 روزه باز میگشت. شوروی از شاه اجازه خواسته بود که هواپیماهایش در راه رساندن تجهیزات جنگی به مصر از بخشی از حریم هوایی ایران بگذرد و پادشاه هم پذیرفته بود. 30 هواپیما از این مسیر گذشته بود که شاه از تصمیمش عدول کرد. همینقدر کافی است. اینها مشغول جاسوسی هستند. اگر بخواهیم به عمق قضایا نگاه کنیم میبینیم که محمد رضا شاه بار دیگر بر سر دوراهی قرار داشت. هم میخواست به مصر کمک کند و هم نمیخواست با لطف روس‌ها آمریکایی‌ها را برنجاند. اعلیحضرت اگر اینها قصد جاسوسی داشتند تا به حال به هدف رسیدند، ولی در این منطقه مسئله‌ای که به درد جاسوسان بخورد نیست. اگر حالا این پل هوایی بریده شود از یک طرف خشم روسیه برانگیخته خواهد شد و از طرف دیگر مصر از دریافت مواد مورد نیاز محروم خواهد ماند، در حالی که سیاست اعلیحضرت تاکنون این بوده است که به مصر کمک شود. بحث طولانی در حضور وزیر امور خارجه وقت که پادشاه احضارش کرده بود بین آن دو در گرفت. طول جنگ کیپور کوتاه‌تر از آن بود که تصور می‌رفت، ولی مینفندرسکی پس از این واقعه معزول شد. پادشاه مینفندرسکی را با بیمیلی قبول کرد، ولی از وزارت امور خارجه و ارتش گذشته نقاط حساس به شمار می‌رفت. تصویب باقی نام‌ها به سهولت انجام شد. کابینه تشکیل شده بود. حالا می توانستم کار را شروع کنم. اما قبل از آن میخواستم مأموریت دیگری را که اولویت داشت به انجام برسانم. مأموریتی که خود برای خود تعیین کرده بودم و بیش از هر چیز به انجامش علاقه‌مند بودم. از سردبیران 60 روزنامه دعوت کردم که به منزلم بیایند. 2 ماه بود که نشریات در اعتصاب به سر می بردند و قطعا این آقایان از خود می پرسیدند که من چه پیشنهادی می توانم با آنها بکنم. با آنها گفتم آقایان اگر شما از فردا کارتان را از سر نگیرید من به نخست وزیری نخواهم رفت. من مایلم که شما در کار خود از آزادی کامل برخوردار باشید. قطعاً در آغاز مشکل خواهد بود برای اینکه عادت ندارید، ولی شروع کنید و از هیچ چیز نهراسید. کسی شما را مورد تعقیب قرار نخواهد داد مگر آنکه عملی غیر قانونی انجام دهید.
و یا اینکه کسی که آن کس من نخواهم بود به شما به اتهام هتک حرمت حمله کند. در این صورت هم طبعا به دادگاه نظامی نمی روید. مراتب در دادگاه‌های عادی مطرح خواهد شد. تحیر و ناباوری در صورت حاضرین دیده میشد. نمیخواستند باور کنند که در ایران یک حکومت واقعی وجود دارد و درباره فرماندهان نظامی و حکومت نظامی از من سوال میکردند. گفتم هنوز برای برچیدن حکومت نظامی بسیار زود است، ولی حتما این کار را استان به استان خواهم کرد. در هر حال از این لحظه به بعد فرماندهان نظامی مستقیما تحت نظارت نخست وزیر خواهند بود. من به شما میگویم که هرچه میخواهید بنویسید. اگر نظامی‌های ساواک برای سرکشی به کار شما آمدند، بیرونشان کنید. من به آنها دستور اکید خواهم داد که مزاحم شما نشوند. قلم‌هایتان را به کار بگیرید. از این پس می توانید کارتان را با آزادی هرچه تمامتر انجام دهید. بالاخره این آقایان حرفای مرا باور کردند و روز بعد روزنامه‌ها منتشر شد و زمین لرزه‌ای هم از این بابت پیش نیامد. مهملات فراوان هم نوشته شد ولی به زودی وضع ثباتی یافت. شهیدسازی یکی از بزرگترین اشتباهات است. یا روزنامه‌ها مقالات معقول چاپ می‌کردند و خواننده می‌یافتند و یا یاوه‌سرایی می‌کردند و مردم بالاخره متوجه می‌شدند. در نظر بگیریم که در فرانسه چاپ روزنامه‌ای مثلا اومانیته ممنوع شود. بی‌آبرویی عظیمی است، ولی اگر بگذارند این نشریه هر مزخرفی که می‌خواهد بگوید، خود اعتبار خیش را از بین می‌برد. پانویس یه توضیح داده در رابطه با این روزنامه. اومانیته شالوده این نشریه را در 18 آوریل 1904 ژان ژورس ریخت. بنابراین در ابتدا ارگان واحد فرانسوی بین‌المللی کارگری بود، ولی پس از کنگره تور در سال 1920 به ارگان حزب کمونیست فرانسه بدل شد. باز میگردیم به متن. وقت آن رسیده بود که کابینه به حضور شاه معرفی شود. من به ملاقات پادشاه رفتم و گفتم اعلیحضرت تغییر کوچک دیگری هم لازم است. ما همه با لباسی مناسب شرفیاب خواهیم شد، ولی فراک نخواهیم پوشید. همه کت سیاه، شلوار مشکی، پیراهن سفید و کراوات تیره خواهیم داشت. بعد درباره نطق کوتاهی که پادشاه در این مورد ایراد می‌کرد به توافق رسیدیم. در این فاصله دو مجلس شورا و سنا در تاریخ 3 ژانویه به من رأی تمایل داده بود. به روزنامه‌نگاران گفتم من از مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته‌ام و مشکلات کم و بیش لاینحلی که با آنها روبرو خواهم شد کاملا آگاهم. بعضی از شهامت سخن میگویند. برای پذیرفتن آنچه من به گردن گرفتم فقط شهامت کافی نیست، بلکه باید جسارت و بیباکی داشت. کاری نمیتوانستم بکنم جز آنکه تمام احتیاطهای لازم را به خرج دهم و اعلیحضرت را تشویق کنم که نقش خود را بی کم و زیاد بازی کند. روز اول هفته یعنی 6 ژانویه ما به کاخ رفتیم. بدون آن تعظیم‌های قرای متعارف ولی با رعایت کامل احترامات، چنان که در فرانسه رسم است و یا حتی مختصری بیشتر چنان که در انگلستان مرسوم است، اعضای دولت را معرفی کردند. شاه حرفایی را که با هم در نظر گرفته بودیم در خطابه‌اش ایراد کرد و تایید نمود که بر طبق قانون اساسی دولت مسئول است و اوست که تصمیم میگیرد و در آینده نیز از این اصل عدول نخواهد شد. هرگز از زمان رسیدنش به تاج و تخت این جملات را به این نحو ادا نکرده بود. شک نیست که در موقعیتی خطیر قرار داشتیم. از 8 اوت 1906 تا 6 ژانویه 1979 همه حرفها، همه مبارزات، همه شورش‌ها و همه خون‌هایی که ریخته شده بود برای آن بود که این نتیجه عایدمان شود. بخش سوم، قسمت سوم. انقلاب الزاماً ضامن سعادت یک ملت نیست. آوایبوف.com یک ژنرال ژاپنی گفته است هر مردی باید بتواند یک بار در زندگی خود را از بالای معبد کیومیسو به پایین پرتاب کند.
من هرگز در این حد دچار یأس و ناامیدی نشدم، ولی این گفته دقیقاً بر موقعیت من منطبق بود. دو نیرو مرا در کارم یاری میداد. اول اطمینان به این که حرفم حق است، دوم تصمیم راسخ بر این که علیه خمینی مبارزه کنم. این دو به هم وابسته بود، زیرا اگر من در زندگی فقط یک حرف درست زده باشم، پیشبینی خطر مرگبار خمینی برای ایران است. تصور میکنم که حوادث بعدی نشان داد که حق به جانب من بود. اگر قضاوتم در مورد جزئیات نقص‌هایی داشت، به این دلیل است که تصور نمی‌کردم قساوت و سبعیت او به این درجه باشد. تصور این همه درنده‌خویی، آن هم از طرف فردی در کسوت روحانیت، برایم غیر ممکن بود. مزه خون قاعدتاً باید به مذاق پاپ ناخوشتر از مذاق یک ژنرال اس بیاید. طی 37 روز عمر دولتم، اعصاب من تحت فشار فوق‌العاده قرار داشت. با این همه سعی می‌کردم که مشکلات را بدون اظهار عجز و ضعف و حتی با لبخند تحمل کنم. به اجرا درآوردن 5 تعهدی که در مقابل ملت داشتم، مهمترین مشغله ذهنی من بود. لایحه هر 5 آنها ظرف کمتر از 1 ماه به تصویب رسید. مجلس فرصت نفس تازه کردن نداشت، چون پرونده‌ها یکی بعد دیگری می‌رسید و نمایندگان تحت فشار بودند که لوایح را به رأی بگذارند. پس از آزادی مطبوعات نوبت آزادی زندانیان سیاسی بود. ساواک در حدود 900 زندانی سیاسی در زندانها داشت. من در زندانها را گشودم و رجوی و دیگران به خانه‌هایشان بازگشتند. اینجا پانویسی توضیحی داده در رابطه با این آزاد کردن زندانیان. وقتی 40 روز بعد پستم را ترک کردم، فقط 6 زندانی سیاسی داشتیم. باز میگردیم به متن. اگر بتوان به من امتیازی داد، در این مورد است که دولت من به جای تصفیه حساب با رقیبان سیاسی، ابتدا به وفا کردن به وعده‌هایش پرداخت. موقعیتی که ما در آن قرار گرفته بودیم، اهمیت اجرایی این تصمیمات را برجسته‌تر نشان می‌دهد. وقتی کشور به لبه پرتگاه جنگ داخلی رسیده است، آیا دادن آزادی کار خطرناکی نیست؟ آیا من درست عمل کردم؟ معمولاً میگویند آینده درباره این مسائل قضاوت خواهد کرد، ولی در اینجا آینده از ما دریغ شد. گویی ناگهان از آسمان بختکی بر ما افتاد و زمان را از حرکت باز داشت. البته میدانستم که باید در انتظار حادثه از این قبیل باشم. معاذا عاقبت جنگ از آغاز شکست بود. استراتژی من بر 2 اصل استوار بود. یکی بکوشم و مله‌ها را تا حد امکان بازی بدهم و دیگر این که بر ارتش تکیه کنم. با همکاری ارتش توفیق تحولاتی که من نامش را لیبرال میگذارم، تحولاتی که به تمام خواسته‌های احزاب سیاسی جواب میداد، امکان پذیر بود. من اطمینان دارم که اگر ارتش 2 یا 3 هفته بیشتر پشت دولت ایستاده بود، خمینی حاضر به مصالحه میشد و برای این حرف مدرکی هم دارم. دوستان من تصمیم گرفتند که دست به یک رشته تظاهرات بزنند. بار اول 5000 نفر جمع شدند. هفته بعد از آن به رغم حضور لشوش خمینی و فلسطینی‌ها و لیبیایی‌های وارداتی و با وجود آدمکشایی که خیابان‌ها را قرق کرده بودند، 20000 نفر گرد آمدند و در تظاهرات سوم 50000 نفر در راهپیمایی شرکت داشتند. اینها واقعیت‌هایی است قابل وارسی و قابل اثبات. پانویس در این رابطه توضیح داده. روزنامه کیهان مورخ 5 بهمن 1357 نوشت که به موجب گزارش خبرنگاران این نشریه، در تظاهراتی که به طرفداری از قانون اساسی برپا شد، بین 100 تا 150 هزار نفر شرکت داشتند. داخل پرانتز نوشته با همه احساسات ضد دولتی نشریات آن زمان. برمیگردیم به متن. ما در مسابقه سرعت شرکت کرده بودیم. دولت من اعتماد بر میانگیخت، زیرا هیچ یک از اعضای آن بد سابقه نبود. من در هفته چند بار از طریق تلویزیون با مردم صحبت می کردم تا حرمت به قانون و احساسات ملی دموکراتیک آنها را برانگیزم. در آن روزها از طرف طبقات مختلف مردم، از جمله از طرف عده بسیاری از نظامیان جوان، به من تلفن‌های تبریک و تشویق شد. پس از مراسم معارفه اعضای کابینه، پادشاه از من خواسته بود که چند لحظه بیشتر بمانم تا درباره بنیاد پهلوی با من صحبت کنم. شاه در این مورد به قولش وفا کرد.
به علاوه اعلام نمود که قصد دارد تمام دارایی خانواده‌اش را در ایران به دولت واگذار کند. چون این پیشنهاد از طرف خود پادشاه بود، من بلافاصله آن را پذیرفتم. فقط پیشنهاد وی را برای آنکه شخصاً به این پرونده رسیدگی کنم رد کردم، چون گرفتاری‌های فراوان دیگر داشتم و وجود کانون‌های آشوب و رسیدگی به اینکه به کجا و کی باید قوای تقویتی ارسال داشت کافی بود که تمام وقت مرا بگیرد. اعلیحضرت برای این کار آدم‌های صالح‌تری هستند. باید به پرونده‌ها یک یک رسید، برآورد قیمت کرد، پرونده‌های مالیاتی را بیرون کشید. هر قدر هم به سرعت عمل کنیم، انجام این کار چندین ماه به درازا خواهد کشید. من به ایشان توصیه کردم که شخصیت مستقلی از دولت، مثلا یکی از قضات را برای این کار در نظر بگیرد. رئیس سابق دیوان عالی کشور به نظر مناسب این کار می آمد. اگر نیازی بود من هم می توانستم نظارت کار را عهدهدار شوم، ولی دیگر بیش از این برایم میسر نبود. بسیار خوب، ولی بدانید که عصر پذیرفته شده است. هر کس را که می خواهید مأمور این کار کنید. من این کار را ظرف 5 یا 6 روز آینده خواهم کرد. من هم می‌خواستم چون مصدق جلسات هیئت دولت را در خانه خودم تشکیل دهم، هم برای اینکه سادگی را بیشتر می‌پسندیدم و هم برای بریدن از محلی که شاهد ماجراهایی بود که من مصمم بودم از همه آنها فاصله بگیرم. وقتی با اعلیحضرت موضوع را عنوان کردم، ایشان مرا متوجه کمبود امکانات خانه‌ام کرد. در خانه‌تان چند خط تلفن دارید؟ فقط یکی. 2 خط جدید هم برای کارهای جاری به من دادند. لااقل به 15 خط تلفنی نیاز خواهید داشت. به علاوه این همه آدم را کجا جا می دهید؟ مگر چند اتاق دارید؟ ناگزیر اعتراف کردم که من بیشتر به فکر نحوه اداره مملکت بودم تا ترتیب دادن تالار کنفرانس و ناچار رضا دادم که جلسات هیئت وزرا در نخست وزیری تشکیل شود و تا زمانی که شاه در ایران بود با هلیکوپتر به کاخ نیاوران بروم. وقتی گروه همکارانم را تشکیل می‌دادم، بسیاری از آنها دچار تردید بودند، از جمله 3 نفر از مردان قابل و پاکی که امروز هم در تبعید با من همکاری می‌کنند. می‌دانستند حق با من است، ولی هراس داشتند. طبیعی است که نمی‌توان از همه مردم و در تمام مواقع انتظار ثبات و پایداری یکسان داشت. در هر حال همه آنهایی که موافقت خود را با همکاری در کابینه ابراز داشتند، جز 1 نفر تا لحظه آخر از من حمایت کردند. آن 1 نفر آقای صادق وزیری، وزیر دادگستری بود که من ناگزیر شانه خالی کردن او را از زیر بار مسئولیت پذیرفتم. صادق وزیری کرد بود و یکی از قضات دیوان عالی کشور. مردی بود شریف و بسیار آرام و تنها عیبش این بود که برادری داشت مرتبط با حزب توده. این برادر را چون مدتی همبند من در زندان بود خوب می شناختم و او بود که صادق وزیری را وادار به ترک کابینه کرد. به علاوه خمینی هم در آن زمان به تمام وسایل می‌کوشید جایی را که خود می‌خواست اشغال کند خلوت نماید و به همه من جمله به خود من پیشنهاد فریبنده می‌کرد، ولی هنوز در نوفل و شاتا بود. از من تعریف و تمجید فراوان می‌نمود و محاسن بسیار برای من قائل بود، از قبیل هوشمند، کاردان، پاکدامن، دارای ریشه‌های عمیق در کشور و غیره. و به همه آنهایی که این امکان را داشتند که پیام را برسانند میگفت من با شخص بختیار مخالفتی ندارم. فقط وقتی فهمید من قصد ندارم جا را به نفع او خالی کنم، زبان و لحنش به کلی تغییر کرد. صادق وزیری به مدت 4 یا 5 ماه مخفی بود و بعد هم خود را به دادگاه انقلاب معرفی کرد و هنوز، یعنی در لحظاتی که من این سطور را می‌نویسم، در زندان به سر می‌برد. بقیه اعضای کابینه من همه آزادند. ظاهرا شجاعت بی اجر نمیماند. من در اینجا تصریح میکنم که به هیچ وجه قصد ندارم از شخصی که لااقل قسمتی از راه را در زمانی که قبول مسئولیت آسان نبود همراه من آمد خورده بگیرم. در شورای وزیران که به دور میزی بزرگ و بیضی تشکیل شد چنین گفتم: آقایان، مسئولیتی که ما بر عهده گرفته ایم خطیر است. هر کدام که بخواهید بروید یا استعفا بدهید مختارید. من موقعیت را درک می کنم و بدانید که همکاری نکردن شما دوستی ما را خدشه‌دار نخواهد کرد. من خودم ولو تنها میمانم و به وظیفه‌ام عمل می کنم. قانون اساسی به من این اختیار را داده است که با مدیران کل وزارتخانه ها را اداره کنم.
دست من برای تشکیل و تغییر کابینه کاملا باز است. به هر قیمت می بود میبایست از ضعف داخلی کابینه جلوگیری میشد. تمام افرادی که دور آن میز نشسته بودند پشتیبانی خود را از دولت تایید نمودند. فردای آن روز تقاضای تشکیل جلسه را کردم. از 220 نماینده 180 نفر آمدند. خطاب به آنها با لحنی محکم و مصمم گفتم: همه می‌دانید که اساس و بنیاد کشور در معرض تهدید قرار گرفته است. من به اینجا آمدم که تحت هر شرایطی که باشد قانون اساسی و قدرت دولت را تضمین نمایم. شما برای آن که مانع من شوید فقط یک وسیله دارید: مرا در اقلیت قرار دهید. ولی اگر این کار را بکنید بدانید که بلافاصله مجلس را منحل و در موعد مناسب انتخابات را برگزار خواهم کرد. منتظر بودم کسی اعتراض کند یا حرفی بزند، ولی هیچ کس دم نزد. میدانستم که دست بالا را دارم. برای آنکه نحوه رفتار سیاسی من برای خوانندگان غربی روشن شود لازم است توضیح بدهم. من به آن معنایی که آقای ژیسکار دستن کلمه لیبرال را به کار میبرد لیبرال نیستم. دلیلش هم ساده است. در کشوری چون فرانسه میتوان به خود اجازه لیبرال بودن داد، در صورتی که در ایران کسی حتی حق چنین کاری را ندارد. اکثریت مردم در آنجا در بدبختی به سر میبرند. بنابراین کسی که بخواهد تغییر و تحولی ایجاد کند باید متمایل به چپ باشد، البته بی آنکه به دام اوهام و اباطیل کمونیست بیفتد. ولی این تعریف به هیچ عنوان به این معنا نیست که من به نظم پایبند نیستم. در کشوری که ارتش بود ازهاری تحویل من داد، اعتصاب همه‌گیر شده بود، زندگی روزمره منحصر شده بود به تظاهرات و دادن شعار و عربده‌جویی. طبیعی است که با شعار و راهپیمایی نمیتوان مشکلات مملکتی را حل نمود. تازه سلف من به آنهایی که علیه او تظاهرات میکردند دستمزد هم میداد. من از همان ابتدا جلوی این کار را گرفتم و با اطمینان میگویم که فقط 1 یا 2 ماه فرصت لازم بود تا وضع به حالت عادی بازگردد. مزد در برابر کار اصلی سوسیالیستی است. 15 روز قبل از رفتنم بخشنامه‌ای به ادارات فرستادم که این اصل در آن گنجانده شده بود. هر کس بیش از ربع ساعت در هفته تأخیر داشته باشد فقط به تناسب ساعت حضورش در محل کار حقوق دریافت خواهد کرد. و همه می‌دانستند که من با کسی شوخی ندارم. چرخهای مملکت جز با روشی محکم و آمرانه به گردش نمی‌افتاد. وقتی بعدها یکی از خبرنگاران تلویزیون از من سوال کرد ترجیح می‌دادید که اولین نخست وزیر خمینی باشید یا آخرین نخست وزیر شاه، جواب دادم مطمئناً نمی‌خواستم اولین نخست وزیر خمینی باشم. بخش سوم، قسمت 4. ای کاش خمینی در ماه می‌ماند. اگر قائل به پیروزی اپوزیسیونی ختم می‌شد که پس از مبارزات طولانی به قدرت رسیده بود، قضیه سهل می‌بود. ولی در آن زمان اپوزیسیونی به این معنا وجود نداشت. اپوزیسیون تکه تکه و ناموزون بود. هر گروه بی‌نظم و حریص می‌خواست خود را هرچه زودتر به قدرت جدید بچسباند. من به جای شاه هدف حمله قرار گرفته بودم. گویی این نظام حکومتی نبود که مورد ایراد بود، بلکه هر کس در رأس کار قرار می‌گرفت باید کوبیده می‌شد. دار و دسته بازرگان و به خصوص حوچی‌های سنجابی فریاد واخیانت‌ها برداشتند. من هنوز نمی‌دانم که از کدام خیانت حرف می‌زنند. به مدت 25 سال گفته بودیم ما این و آن را می‌خواهیم و وقتی آن و این را به ما دادن نه فقط هنوز راضی بودیم بلکه ندای واخیانت‌ها هم سر می‌دادیم. جبهه ملی به عنوان اعتراض به تشکیل دولت من روز 8 ژانویه را روز عزای ملی اعلام کرد. آن روز به قیمت جان چند نفر به شب رسید. سازماندهی دنبال می‌شد. طبق ماده 2 قانون اساسی من از پادشاه تقاضا کردم که چون قصد ترک مملکت را دارد شورای سلطنت را تشکیل دهد. این شورا در مجموع 7 عضو داشت، از جمله نخست وزیر و رئیس مجلس سنا و فرمانده ستاد مشترک. من به پادشاه پیشنهاد کردم که سید جلال تهرانی هم برای عضویت در شورا دعوت کند و تنها دلیلم هم روابط قدیم او با خمینی بود و اعلیحضرت هم پذیرفت. در زمان بازداشت خمینی یعنی سال 1963 تهرانی برای آزادی او به وسایل مختلف متشبث شده بود.
من دلایل تمایلم را برای شرکت او در شورا بسیار صریح بیان کردم. لازم بود ببینم پس از رفتن شاه خمینی چه می‌خواهد. البته از نظر من جواب تقریبا روشن بود. می‌خواهد بر جای پادشاه بنشیند. منتها به جای تاج عمامه بر سرش باشد. به تقاضای من بود که تهرانی، این پیرمرد 83 یا 84 ساله، به پاریس و به نوفل و شاتو آمد تا این حرف را به گوش برساند و نشان دهد که نه فقط تخت و تاج خالی و بی صاحب نیست، بلکه حتی یک نفر از طرفداران خمینی هم در شورای عضویت دارد که نماینده پادشاه است. بر سر ایشان هم همان آمد که بر سر دیگران، یعنی چو پروانگان به امام نزدیک شدن و پر در این آتش سوزاندن. اراده تهرانی که به استحکام اراده خمینی نبود. طرف توسط حواریونش برای او پیغام دادند: اگر می‌خواهید به این بارگاه وارد شوید، اول از عضویت شورای سلطنت استعفا دهید. خمینی پاس خدمات گذشته کسی را ندارد. فقط سینه‌کش می‌توان به حضور او بار یافت. تهرانی استعفا داد و آنچه را از او خواستند امضا کرد، چنانکه سنجابی قبل از او و بسیاری نیز بعد از او کردند. اولین جلسه شورای سلطنت در 13 ژانویه در حضور شاه تشکیل شد. در خاتمه جلسه من به پادشاه گفتم از حضور اعلیحضرت استدعایی دارم و آن این که از فرماندهان نیروهای مسلح بخواهید و در حضور من به تأکید کنند که آنها تحت نظارت دولت قرار دارند و چون اعلیحضرت مرا منصوب کردند و مجلس هم به من رأی اعتماد داده است، دستورات من باید اجرا شود. گرچه مجلس فعلی ارزش چندانی ندارد، ولی چون فقط 3 ماه به خاتمه دوره‌اش مانده، بهتر است به همین صورت تا انقضای دوره نگهش داریم تا قانون اساسی را سست نکرده باشیم. وقتی اوضاع آرام شد، انتخابات جدید را آغاز خواهیم کرد و نمایندگان جدید مجلس یا مرا تایید می‌کنند و من به انجام وظایفم ادامه می‌دهم و یا تاییدم نمی‌کنند و کنار می‌روم. من مخصوصاً به انجام این کار علاقمند بودم، چون پادشاه بدون مشورت با من ارتشبد قره‌باغی را به فرماندهی ستاد انتخاب کرده بود و بالاخره هم در 12 فوریه 22 بهمن، روزی که ارتش میدان را برای آیت الله خالی کرد، دیدیم که این شخص تا چه حد شاه دوست و تا چه اندازه قانون شناس است. پادشاه پرسید: کی مایلید این جلسه را ترتیب دهیم؟ فردا یا پس فردا؟ این جلسه در بعد از ظهری تشکیل شد. پادشاه فرمانده کل ستاد، فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی و همچنین مدیر صنایع نظامی را که ژنرالی 4 ستاره بود احضار کرده بود و به آنها چنین گفت: بختیار پذیرفته است در شرایطی که همه می‌دانند مشکل است، کابینه‌ای تشکیل دهد. چون تصمیم گرفتم سفری به خارج بکنم، باید بدانید که همه شما تحت نظارت او هستید. اگر مسئله‌ای پیش بیاید که حلش فقط در صلاحیت من باشد، او میتواند با اعضای شورای سلطنت به شور بنشیند و با من موضوع را در میان بگذارد و نتیجه را به شما اطلاع دهد. ولی در مورد تمام مسائل دولتی شخص بختیار است که تصمیم میگیرد. اعلیحضرت از من خواست که پس از رفتن نظامیان چند لحظه‌ای بمانم. شاه پنهان از چشم همه از قوطی کوچک دوایی چند قرص بیرون آورد و خورد و به من گفت: حالا آقای نخست وزیر، ما میتوانیم 1-2 روزی برویم و در اطراف تهران استراحت کنیم. خیالم آسوده است چون شما اینجایید و تسلیم هم نخواهید شد. من به اعلیحضرت جواب دادم: من مرد تسلیم اگر بودم چنین مقام و مسئولیتی را از ابتدا نمیپذیرفتم. اگر موضوع فوری مطرح بود که باید به اطلاع من برسد، همیشه امکان تماس گرفتن با مرا دارید و وسایل ارتباطی برای آن که ما بتوانیم با هم تماس بگیریم وجود دارد. شاه و شهبانو تهران را ترک گفتند و وقتی من دوباره پادشاه را دیدم جوان شده بود و اعصابش آرام بود. خود اعلیحضرت به من گفت: 2 سال بود که چنین استراحتی نکرده بودم. به زودی زمان غیبتی طولانی تر فرا می رسید. این سفر به نظر لازم می آمد. می شد به بهانه بیماری جسمی پادشاه آن را توجیه نمود.
که خود در اوایل ژانویه به طور کلی به آن اشاره کرده بود و گفته بود مشکلاتی که اکنون ایران با آن روبروست بیشک مرا سخت خسته کرده است و نیاز به استراحت دارم. اگر این استراحت در خارج از مملکت میسر باشد، اگر من می توانستم کمترین اطمینان را داشته باشم که پادشاه قانون اساسی را محترم خواهد داشت، با خروج او از کشور مخالفت می کردم. اگر احساس من نسبت به وخامت وضع مزاجش بدل به یقین شده بود، از او میخواستم که به نفع فرزندش از سلطنت استفاده دهد و دیگر از این بابت مشکلی نمی داشتم. نهادهای مملکتی ثبات و قوام می گرفت و من هم پس از 2، 3 یا 4 سال می توانستم کنار بروم و ایران با یک رژیم سلطنت مشروطه با پادشاهی که قانون اساسی را محترم می شمرد برقرار و یک پارچه می ماند. اما می دانستم که محمد رضا شاه هرگز به این کار تن نخواهد داد و نمی توانم به او اعتماد کنم. افسوس، کاش می توانستم. بازی سرنوشت چنین می‌خواست که ماه ژانویه من در انتظار عزیمتی و در نگرانی ورودی سپری شود. عزیمتی که از بن گوش پذیرفته بودم و ورودی که در هر حال از آن بیمناک بودم. این گرگی که از جنگل خارج شده بود، زنده و مرده‌اش خطرناک بود و من می‌ترسیدم شورشی در فرودگاه برپا شود و جان او را به خطر اندازد. این از آن نوع مسئولیت‌هایی بود که من به هیچ وجه نمی‌خواستم بر گردن گیرم. خمینی را در ماه دیده بودند. موجودی مافوق طبیعی بود، چون ژوپیتر اساطیری افسانه شده بود. پانویس اینجا توضیح داده ژوپیتر رب النوع رومی و مشابه زئوس یونانی است. ژوپیتر مهمترین خدای پانتئون رومیان به شمار می آمد و نور اعم از اشعه خورشید یا انوار صاعقه را در اختیار داشت. برمیگردیم به متن. خمینی را در ماه دیده بودند. موجودی مافوق طبیعی بود، چون ژوپیتر اساطیری افسانه شده بود. من میدانستم چه موجود نحس و چرکینی است. نوشته‌ها و رفتارش همه رذیلانه بود. ولی اگر بلایی به سرش می آمد فاجعه می شد. در ایران عده‌ای به مهدی معتقدند و میگویند که روزی ظاهر می شود. 1000 سال است که انتظارش را می کشند. حتی پادشاه در کتاب مأموریت برای وطنم از او سخن می گوید و او را امام قائم و آماده ظهور توصیف می کند. من نگران ورود مهدی عصر، این نواده پیغمبر نبودم. اما ورود این ملای وحشتناک در آن زمان سخت نگرانم میکرد. اگر این کسی که قرار بود عدل و نظم و دوستی را مستقر سازد در موقع رسیدن به خاک ایران به مرگی غیر طبیعی میمرد، همه فریاد برمی داشتند این بختیار لعنتی امام نازنین ما را کشت و نام من در صدر فهرست اشقیا ثبت میشد، یعنی آن موجودی که مانع ظهور ناجی زمین و زمان شده است. اگر قرار بود چنین حادثه ناخوشایندی پیش آید، هرچه دیرتر بهتر. بنابراین من نامه محترمانه به امام نوشتم و از او خواستم که سفرش را به ایران به تعویق اندازد. بعد سفیر فرانسه را به نخست وزیری دعوت کردم و به او گفتم آقای سفیر، لطفاً پس از ترک این جلسه از طریق وزارت امور خارجه و وزیرتان داخل پرانتز که در آن زمان فرانسوا پونسه کذایی بود. آقای سفیر، لطفاً پس از ترک این جلسه از طریق وزارت امور خارجه و وزیرتان از آقای ژیسکار دستن درخواست کنید کاری کند تا خمینی هرچه بیشتر از ییلاق پاریس مستفیض گردد. از آنجا که شما مرا میشناسید و با نظراتم هم آشنایید، اجازه بدهید که بیش از این توضیحی ندهم. سفیر فرانسه بلافاصله مأموریتش را انجام داد و چند ساعت بعد جواب کاخ الیزه برای ما رسید. ژیسکار دستن پیام ما را رسانده بود. خمینی با به تأخیر انداختن سفر مخالفت کرده بود. پادشاه در زمان انتصاب از من پرسیده بود با این خمینی چه خواهید کرد؟ خمینی احتمالاً به ایران باز خواهد گشت اعلیحضرت. من سعی میکنم در چارچوب قانون اساسی با او کنار بیایم. من با شخص او مخالفتی ندارم. اگر حرف حساب بزند، اگر حرف حساب بفهمد، قضایا به خوبی برگزار خواهد شد.
اما اگر مهمل ببافد و دردسر ایجاد کند به او خواهم گفت عمامه را بردارید، فکل و کرباط بزنید و وارد گود سیاست شوید تا بتوانیم در شرایطی عادلانه و مساوی با هم مبارزه کنیم. این نمی شود که شما هم از مسئولیت آخوندی بهره‌مند باشید و هم سیاست بازی کنید، آن هم از کثیف‌ترین نوعش، یعنی تشویق مردم به آدمکشی و شورش. این سوال را خبرنگاران هم در کنفرانس مطبوعاتی از من کردند. در این کنفرانس 150 روزنامه نویس خارجی حضور داشتند که بدون وقفه تکرار می‌کردند اگر بیاید، اگر قدرتی درون قدرت تشکیل دهد، اگر. یکی از آنها انقدر به پر و پای من پیچید که به او گفتم داخل پرانتز و این جمله در روزنامه‌های مختلف از جمله پاریمارش به چاپ رسید: ببینید اگر تمام اقدامات و مداواهای ما نتواند او را علاج کند به او خواهم گفت مرده. مقصود از این کلمه همانی است که دوگل به کار برد، چین لید، منتها به این شکل صراحت بیشتری دارد. بخش سوم، قسمت پنجم. وداع پادشاه. طی مسافت بین مجلس و فرودگاه با هلیکوپتر بیش از چند دقیقه طول نکشید. در این فاصله در ذهنم 2 بار جلسه مجلس را که یک بار دیگر با اکثریت قاطع به من رأی داده بود مرور کردم. نمیتوانستم به ابتذال این جمع عادت کنم که همگی یک شبه دموکرات و ناسیونالیست شده بودند و با اینکه کرسی وکالتشان را مدیون ساواک بودند به من میگفتند اگر بدانید ساواک چه بلاهایی بر سر مملکت آورده است وحشتناک است. برای رأی دادن به انحلال ساواک که خود مأموران وفادارش بودند و نانشان را داده بود سر دست می شکستند. بعضی از آنها که بعد به پاریس و نیس پناهنده شدند خود را به عنوان رهبر اپوزیسیون هم جا زدند. کدام اپوزیسیون؟ اپوزیسیون با کی؟ با خمینی یا با شاه؟ چند نفرشان هم مدعی بودند با هر دو و هیچ کدامشان با هیچ کس مبارزه نکردند. همهشان نان را به نرخ روز می‌خوردند. وقاحت در تمام ملل دیده می‌شود، ولی باید اقرار کنم که بعض ایرانیان از این نظر گوی سبقت را از دیگران ربودند. به علاوه ذره‌ای انصاف در وجودشان نیست. من از این خصوصیت هموطنانم بیش از هر چیز دیگر رنج بردم. هلیکوپتر روی باند فرودگاه نزدیک محلی که پادشاه ایستاده بود فرود آمد. شاه پالتوی سرمه‌ای بر تن داشت و دورش را عده‌ای نظامی و غیر نظامی گرفته بودند. شهبانو هم در کنارش بود. لحظه جدایی که در آن زمان هیچ کدام نمی‌دانستیم دائمی خواهد شد فرا رسیده بود. پس از آن که من ادای احترام کردم پادشاه به من گفت من 20 دقیقه است منتظر شما هستم. امیدوارم اعلیحضرت مرا ببخشند. در جلسه و در انتظار گرفتن رأی اعتماد بودم. مقصودم را دریافت. با موجوداتی که خود او به مجلس فرستاده بود جز این چاره نبود. مصر بودم تا گرفتن آخرین رأی در مجلس بمانم و قبل از اعلام نتیجه نهایی آنجا را ترک نکنم. به علاوه اصرار داشتم که شاه قبل از خاتمه جلسه مجلس خاک ایران را ترک نکند. باید اعتراف کنم که فرمان انحلال مجلس را حاضر و آماده در جیب داشتم و اگر در اقلیت قرار می گرفتم از آن استفاده می کردم. دهنه آن آقایان را ناگزیر بودم محکم به دست بگیرم. با اکثریت 3/4 نمایندگان رأی آورده اید. بسیار خوب است. خوب کردید منتظر نتیجه ماندید. من ساعت مشخصی برای پرواز در نظر نگرفتم. برای خلبانم هم چند دقیقه دیر و زود شدن مطرح نیست. بعد پادشاه مرا به اتاق کوچکی در پاویون سلطنتی برد و چند لحظه‌ای در حضور شهبانو آنجا بودیم. اعلیحضرت آرام و باوقار بود. درباره حکومت نظامی استانها چه در نظر دارید بکنید؟ یکی بعد از دیگری لغو خواهد شد. تهران آخرین آنها خواهد بود. استانداران را از بین افسران انتخاب خواهید کرد یا غیر نظامیان؟
غیر نظامیان را ترجیح میدهم اعلیحضرت، ولی افسران بازنشسته خوشنام را هم کاملا میشود به همکاری دعوت کرد. ملکه در اینجا وارد مذاکره شده گفت بختیار از خودگذشتگی به خرج داده است و باید به او اعتماد کامل کرد. شهبانو غمگین بود. ما درباره بعضی مسائل دیگر صحبت کردیم و بعد ملکه برای چند نفری که سوء سابقه‌ای نداشتند گذرنامه خواست. من اسامی آنها را یادداشت کردم و به شهبانو اطمینان دادم که به آنها گذرنامه داده خواهد شد. بعد ملکه با مختصری ناراحتی وساطت چند نفر دیگر را هم کرد که پایشان به مسائل مشکوک کشیده شده بود. مثلا دادستان نظامی مصدق. با احترام هرچه تمامتر خواهش ایشان را رد کردم. هر گونه مساعدت به این قبیل افراد مایه بی‌آبرویی بود. وقتی از کوشک سلطنتی خارج شدیم، پادشاه به طرف کسانی رفت که برای تودیعی با او آمده بودند. افسران، امیران ارتش، محافظان شخصی و نزدیکانی که بعض از آنها حدود 30 سال بود در خدمتش بودند. بیشتر آنها به پایش افتادند و دستش را بوسیدند. پادشاه منقلب شده بود و اشک می‌ریخت. ما آخرین کسانی که آخرین احترامات را نسبت به او به جا آوردیم حدود 60 نفر بودیم. برخلاف آنچه ادوارد سابلیه در کتابش ایران مخزن باروت نقل می‌کند، هیچ گونه تشریفات رسمی در آن روز به عمل نیامد. همه ماجرا به ساده ترین شکل برگزار شد. من با پادشاه تا پای هواپیما رفتم. شهبانو قبلا در هواپیما نشسته بود. اعلیحضرت با من دست داد و سوار شد. چند لحظه بعد مرا دوباره به حضور خواست. من ناگزیر عده‌ای را که بر پلکان بودند دور کردم و وارد هواپیما شدم. شاه پشت فرمان نشسته بود و قصد داشت خود هواپیما را هدایت کند. در کنار او خلبانی ایستاده بود که بعدها اسمش را باز شنیده ایم. پادشاه از او خواست که مرا تنها بگذارد. من در کنار شاه نشستم و گفتم من از اعلیحضرت نپرسیدم که مقصدشان کجاست و نمیدانم که به کجا میروند. ممکن است اعلیحضرت اولین محلی را که فرود خواهند آمد بگویند که من بتوانم در صورت لزوم با ایشان تماس بگیرم. من پیش سادات میروم. من چند روزی در آنجا استراحت میکنم. در قاهره حتما نمیمانم. شاید به اصفهان بروم. بعد شاه چون زائری که راهی سفر شده است و میخواهد مطمئن باشد که همه سفارش‌ها را قبل از رفتن کرده است، از من سوال تازه‌ای کرد. برای بودجه نیروی دریایی چه فکری دارید؟ من میدانم که شما موافق نیستید که ایران ژاندارم خلیج فارس باشد، ولی کشتی‌های جنگی ما باید دست نخورده بماند. ما مداوما آنها را به وسایل جدید مجهز خواهیم کرد. من با این مسئله نه فقط مخالفتی ندارم، بلکه معتقدم که ارتش و نیروی دریایی باید همیشه برای دفاع آماده باشد، اما با صرف هزینه‌های گزافی که به نام یک سیاست توسعه طلبانه می شود و نفعی برای هیچ کس جز دلالان مقاطع کاران ندارد مخالفم. معاذا به این فکر هستید که مبارزه با قاچاق را در خلیج فارس تقویت کنید؟ با این مطلب بسیار موافق بودم. درآمدی که ما از طریق نفتی به دست می آوردیم هنوز نرسیده از مملکت خارج می شد. ما برای مبارزه علیه قاچاق بیش از خود آمریکایی‌ها هاورکرافت داشتیم. اجازه مرخصی گرفتم و از هواپیما پیاده شدم. وقتی طیاره از پیست خارج شد من هم سوار هلیکوپتر شدم که به نخست وزیری بروم. خیالم کمی آسوده شده بود. حالا دستم برای اداره مملکت باز بود و احتمال داشت که عزیمت شاه تب سوزانی که سراسر ایران را فرا گرفته بود پایین آورد. از این لحظه به بعد باید بر وطن پرستی هموطنان تکیه می کردم. ولی بسیار دیر شده بود. چند ماه قبل حتی خروج پادشاه از مملکت لزومی نداشت و بدون آن هم این امکان را داشتم که اوضاع را سامان بدهم. شهبانو هم در این زمینه با من هم عقیده بود. وقتی در اواخر اقامت ملکه در مصر به دیدار سادات به قاهره رفتم، شهبانو به من گفت اگر شما 3 ماه زودتر نخست وزیر شده بودید همه ما الان در تهران بودیم. صفحه 111 بخش سوم قسمت ششم. کارتر فردی با حسن نیت ولی بی اراده.
وقتی فتنه‌ای در راه است و این فتنه خاص حقیقتاً بلای آسمانی بود، قبل از شکایت از بخت بد باید تمام راه‌ها را برای دفع فتنه آزمود. من فکر کردم که اگر هیچ قدمی به سوی خمینی برندارم، ممکن است تاریخ مرا محکوم کند که چرا کوشش نکرد شخصاً او را ببیند، چرا دو به دو با او به صحبت ننشست. در این باره با بازرگان مشورت کردم. جوابش این بود: فکر بسیار خوبی است، ولی ترتیبش را چطور بدهیم؟ چون قطعاً خمینی خیال می کند که ما با این کار برایش دامی گسترده ایم. کافی است مقدمات را درست بچینیم. همان کاری را خواهد کرد که با سنجابی کرد، یعنی میگوید اول امضا کنید بعد بیایید و قبل از این که لای در را باز کند استعفای شما را خواهد خواست. خود ما متن پیام را تهیه می‌کنیم. از آنجا که من به چنین شرایطی تن نخواهم داد، بهتر است از ابتدا امکان این که او شرایطش را به ما تحمیل کند از او بگیریم. روز جمعه‌ای به این کار مشغول شدیم. حدود 12 سطری نوشتم که بازرگان چندین بار بالا و پایینش کرد. این متن هنوز موجود است. با کلمات این جانب شاپور بختیار شروع می شد و بعد به شرح خلاصه‌ای از فعالیت‌هایم تا زمان نخست وزیری می پرداخت و در پایان با کمال احترام پیشنهاد این که به پاریس بروم تا درباره مسائل بسیار حیاتی آینده کشور و حتی دنیای اسلام با او دو به دو به گفتگو بنشینیم. مقصود از دو به دو این بود که نه من به عنوان رئیس دولت با او حرف خواهم زد و نه او به عنوان رهبری مذهبی با من طرف خواهد شد. و افسوده بودم که من می توانم ظرف 48 ساعت پس از دریافت جواب نزد او بروم و با میل پیشنهادهای او را در جهت منافع ملت ایران بشنوم. بسیار خوب، دیگر چیزی نمی شود به این اضافه کرد. مطمئنم که این پیر مکار قبول می کند، نمی تواند قبول نکند. این متن را تلفنی به خمینی رساندند و او قبول کرد. تاریخ اگر با غرض‌ورزی نوشته نشود، باید این واقعیت را ثبت کند، زیرا این موضوع مسئولیت‌های بازیگران ماجرا را تعیین می‌کند. دفتر خمینی رسما موافقت او را به من اعلام کرد. از اطرافیان بعضی با این ملاقات موافق بودند و بعضی مخالف. بازرگان از گروه اول بود و امید داشت که یک رشته توضیحات صریح و روشن اوضاع را آرام کند و از طرف دیگر می‌دانست که 5 پست در داخل کابینه برای طرفداران او در نظر گرفته شده است. بهشتی هم موافق بود، یزدی هم به احتمال قوی. از طرف دیگر 3 نفر آشکارا مخالف بودند. بنی سعد از روی حسابگری داخل پرانتز نقش او را در این مسئله بعد توضیح خواهم داد. بنی سعد از روی حسابگری، سنجابی و فروهر از روی حسادت. اینها با خود فکر می‌کردند ما بختیار و دولت او را از دست داده ایم. اگر از این طرف هم بازنده شویم دیگر برای ما چه میماند؟ بالاخره هم باختند و بسیار بیش از اینا هم باختند. امروز این آقایان کجا هستند؟ در کدام دخمه تیره‌ای پنهان شده اند؟ هیچ کدام جرأت آفتابی شدن ندارند، چون هر لحظه بیم آن دارند که کسی به قتلشان برساند. مورد سنجابی از همه مسخره تر بود. کسی که خود در زمانی که نیاز نبود و کسی به او مأموریتی نداده بود به خاکبوس آن ملا رفت. وقتی احتمال داشت ملاقات من با همان موجود بهبودی در وضع ایرانیان ایجاد کند، مایل نبود این ملاقات صورت گیرد. اعتصاب سراسر کشور را گرفته بود. 2 هفته بود که هواپیمایی پرواز نمی‌کرد. فقط نخست وزیری چندین طیاره در اختیار داشت. من یکی را آماده نگه داشتم و شبانه دستور دادم که گذرنامه‌ای برایم صادر کنند. زیرا گرچه شگفت‌آور به نظر می‌رسد، من نخست وزیر گذرنامه نداشتم. وقتی شهروندی معمولی بودم، پادشاه گذرنامه مرا توقیف کرده بود. عده‌ای را در دل شب بیدار کردیم و به وزارت امور خارجه فرستادیم تا گذرنامه‌ای سیاسی به اسم نخست وزیر صادر کنند. امروز هم همین پاسپورت را دارم.
سختی‌های کار با این قبیل دلخوشکنک‌ها جبران می‌شود. بازرگان گذرنامه داشت ولی نگران نحوه سفر و جزئیات آن بود. این جزئیات مهم نیست. ترتیب کارها را در همانجا می‌دهیم و اگر تو نمی‌خواهی با من به دیدار این موجود بیایی، در نیس پیاده می‌شویم. تو از آنجا با یکی از پروازهای داخلی به پاریس برو و من میمانم. هر قدر که می‌خواهی با او صحبت کن. من بعد میرسم. ماجرا را از وسط آغاز کرده بودیم و حتی وقت کافی برای رسیدن به جزئیات عملی کار را نداشتیم و صبح بعد از بانک مرکزی خواستیم که 50,000 فرانک در اختیار من بگذارد تا نخست وزیر ایران در خیابان‌های پاریس بدون پول سرگردان نماند و بعد هم چمدان‌ها را بستیم و آماده شدیم. تمام آن روز در گرفتن اجازه پرواز هواپیما بر فراز آسمان‌های کشورهای سر راه گذشت و بعد تلفنی از نوفل-و-شاتو شد. خمینی از حرفی که زده بود عدول کرده است و دیگر حاضر نیست مرا ببیند مگر بعد از استعفا. چه کسی کار را برهم زده بود؟ این امتیاز را باید به بنی سعد داد که خود با صراحت اقرار کرد که در این کار دست داشته است. او بود که خمینی را متقاعد ساخت که نظرش را عوض کند و استدلالش هم چنین بود: اگر بختیار بیاید و تنها با آیت الله حرف بزند، به هر حال برنده اوست. یا خمینی پیشنهاد او را میپذیرد و ما همه چیز را از دست میدهیم، یا نمیپذیرد، ولی این تصویر را ایجاد میکند که مرد ضعیفی است و حاضر شده است با نخست وزیر منتخب شاه کنار آید. بنابراین باید جلوی این گفتگو گرفته شود. منطق بنی سعد برای حفظ منافع شخصی خودش درست بود، چون بالاخره به مقامی که آرزویش را داشت رسید و فقط بدبختانه دولتش مستعجل بود. من در این میان هیچ نباختم. در مواقع استثنایی میباید تصمیماتی استثنایی اتخاذ کرد. برای آنکه مورد مؤاخذه تاریخ قرار نگیرم پیش دستی کردم. در آن زمان حوثیان بنی سعد و افرادی نظیر سلامتیان و غیره نعره برداشته بودند که من مأمور آمریکا هستم، شعاری که به درد منحرف کردن ذهن توده ها میخورد، ولی دروغ محض بود. از 2 سال پیش از رسیدن به نخست وزیری من حتی با یک نفر از افراد سفارت امریکا از سفیر گرفته تا پایین دیداری نداشتم. نه در ضیافت‌ها با آنها برخوردی داشتم و نه در خانه خودم آنها را پذیرفته بودم. هرگز به سفارت آمریکا قدم نگذاشتم. 1-2 بار به سفارتخانه‌های فرانسه، شوروی، ترکیه و عراق دعوت شده بودم و در اینجا به عنوان جمله معترضه میگویم که پذیرایی‌های سفارت شوروی همیشه از بقیه سفارتخانه‌ها بهتر بود. اما سفارت آمریکا را تا امروز حتی نمیدانم چگونه بنا شده است. جای خوشبختی است وقتی این سفارتخانه‌ها را به غارت کشیدن و آرشیوهای آن را بیرون آوردن، اسنادی که موجب بدنامی و رسوایی بسیاری بود در آن پیدا کردند. اما چیزی دامن مرا نگرفت. اگر کمترین رابطه‌ای بین من و یکی از این سازمان‌ها پیدا می‌شد که این اتهامات را تقویت می‌کرد، نعمت غیرمنتظره‌ای برای خمینی محسوب می‌شد. ولی اسم من به دلایلی که در بالا ذکر شد در هیچ جا دیده نمی‌شد. جناب سالیوان را من وقتی رئیس دولت شدم دیدم و او هم در این زمان برای اولین بار با من آشنا شد. این ملاقات 8 روزی پس از ملاقات‌های تشریفاتی سفیر فرانسه و سفیر بریتانیا صورت گرفت. در آن روز سالیوان بسیار بد لباس پوشیده بود. کفش‌های سنگین غریبی به پا داشت که مرا به یاد چارلی چاپلین میانداخت. صورتاً هم به او خیلی شبیه بود، با این تفاوت که چشمهایش آبی بود و موهایی چون برف سفید و ژولیده داشت. چنان که شنیدم در کتابش نوشته است که من به نظر او مردی با گرایش‌های فرانسوی با فرهنگی فرانسوی و خلاصه آقای فرانسوی آمدم. از نظر او خوشلباس هم بودم، با آنکه در روز ملاقات من کت شلوار دوخته و حاضری و بسیار معمولی بر تن داشتم.
تلگراف تبریک پرزیدنت کارتر را برای من آورده بود که در آن رئیس جمهور آمریکا با لحنی بسیار رسمی از اینکه ایران صاحبی دولتی غیر نظامی با عقایدی دموکراتیک و ملی شده است اظهار خوشوقتی کرده بود. این تلگراف را من به وزارت امور خارجه فرستادم تا جوابش را تهیه کنند و با امضای من ارسال دارند. من به سالیوان، یعنی مردی که لاوس را به روز امروزش انداخت و مدت 2 سال در ایران با ناتوانی و ضعف ناظر موقعیتی بود که روز به روز وخیم‌تر میشد و حتی دردسر به خود نداده بود که با یکی از افراد اپوزیسیون، حتی آدمی چون بازرگان، تماسی بگیرد، به چشم بیمهری نگاه میکردم. به قول معروف آمده بود و رفته بود و به کاری هم کاری نداشت. اگر او حقیقتاً رئیس جمهورش را از اوضاع آگاه کرده بود، کارتر با همه تردیدها و تزلزل‌هایش باز می‌توانست کاری کند. سالیوان و سایروس وانس با برژینسکی مخالف بودند و در حالی که سیاه از گزارش‌های نگران کننده مخابره می‌کرد، سالیوان اخبار آرامش بخش برای ونس می‌فرستاد. اوضاع به وخامت کشیده بود و این سفیر حتی این هنر را نداشت که زنگ خطر را به موقع برای واشنگتن به صدا درآورد. سالیوان چند روز بعد باز به دیدار من آمد. من شبیه همان سوالی را که از سفرای فرانسه و انگلستان کرده بودم از او هم کردم. چند نفر از اتباع آمریکا در ایران ماندند؟ در مورد آنها چه تصمیم گرفتید؟ حدود 7,000 نفر باید باشند. آنهایی را که کارشان مفید است به آمریکا بر نگردانید، ولی دیگران می توانند بازگردند. ولی هدف او از این ملاقات چیز دیگری بود. زود هم مقصود خود را عنوان کرد. میخواست بداند که من کنار آمدن با بهشتی و دیگرانی چون بازرگان و میناچی را نافع میدانم یا خیر. شما این آقایان را میشناسید؟ بازرگان را چطور نمیشناسم؟ ما حتی در زندان با هم بوده ایم و همین بین ما پیوند ایجاد کرده است. یکی از افراد نادری است که تو خطابش میکنم. آیت الله بهشتی را هرگز ندیدم ولی تلفنی با او صحبت کردم. چطور میشد از وجود این راسپوتین خبر نداشت که تنها تفاوتش با سلف نامیش این بود که صاحب فرهنگ بود و 2 زبان خارجی میدانست؟ پانویچ یه توضیح داده اینجا. گئورگی فیمویچ نویخ 1872 تا 1916 ماجراجو و دهاتی بیسوادی اهل روسیه که لباس کشیشی بر تن نمود و مدعی شد که میتواند بیماران را با لمس کردن آنها شفا بخشد. چون ادعای این موجود مرموز با بیماری و سپس درمان ولیعهد مصادف بود، این شخص بر ملکه روسیه یعنی همسر تزار نفوذی راوان یافت و این نفوذ را به نفع آلمان و پیروان آن کشور در روسیه به کار گرفت. راسپوتین در سال 1916 به صدد چند نفر از اشراف روسیه کشته شد. باز میگردیم به متن. یکی از افراد نادری است که تو خطابش میکنم. آیت الله بهشتی را هرگز ندیدم ولی تلفنی با او صحبت کردم. چطور میشد از وجود این راسپوتین خبر نداشت که تنها تفاوتش با سلف نامیش این بود که صاحب فرهنگ بود و 2 زبان خارجی میدانست؟ بهشتی بود که در مساجد تبلیغات خمینی را به دست گرفته بود و آن نوارهای کذایی را تکثیر میکرد. اما میناچی چه صیغه‌ای بود؟ از کجا آمده بود؟ چه کاره بود؟ به یاد حرف دوگل افتادم که وقتی در میانه جنگ ویتنام برایش خبر آوردن ژنرال کی به فرانسه توهین کرده است، ژنرال دوگل گفته بود کی دیگه کیه؟ من میناچی نمی شناختم، کاری هم با او نداشتم و بعد فهمیدم داخل پرانتز اسنادی هم که در اواخر 1979 افشا شد نشان داد و بعد فهمیدم که آدم بی‌ارزشی است و راهکی به سفارت آمریکا دارد و رابطه بین بازرگان و آن سفارتخانه شده است.
عجب تکخال برنده‌ای سالیوان برای من رو کرد. اولین جوابم این بود: با این آقایان اگر راه و روش درستی داشته باشید می شود ملاقات کرد. با بازرگان همیشه حاضر به گفتگو هستم. حرمت بهشتی را هم به عنوان یکی از روحانیون نگه می دارم. بعد هم با تمام امکاناتی که زبان دیپلماتیک در اختیار آدم می‌گذارد بسیار مؤدبانه به او گفتم فقط به مسائلی بپردازد که مربوط به اوست و من بیش از آن گرفتاری و دردسر دارم که وقت را صرف آدم‌هایی از قبیل میناچی کنم. پس از آن هم دیگر هرگز سفیر آمریکا را ندیدم. این مرد 6 ماه قبل از بحرانی ترین لحظات، یعنی دوره‌ای که میبایست ساعت به ساعت جریان حوادث را تعقیب کند، در مرخصی به سر برده بود و معلوم نبود حالا که برگشته چه دردی را میتواند دوا کند. به جای او میبایست شخصی فعال، قوی، روشنبین و چاره‌یاب قرار میداشت، ولی نماینده کارتر هیچ کدام از این صفات را دارا نبود. به مدت 20 سال آمریکا هرگز به طور جدی سراغی از اپوزیسیون نگرفته بود و حتی نپذیرفته بود که اپوزیسیونی وجود دارد. این یکی از گناهان سنگین آنهاست. شاه نیازهای آنها را برطرف می‌کرد. بنابراین دولتمردانی که احتمال داشت موی دماغ او شوند، از نظر آمریکا غیر قابل معاشرت بودند. تا زمانی که شاه نظرات آنها را اجرا می‌کرد، همه چیز بر وقف مراد بود. وقتی به حرفشان توجهی نمی‌کرد، به تریج قبایشان بر می‌خورد. آیزنهاور حتی یک بار در یک کنفرانس مطبوعاتی شاه را خیره سر نامید. در مجمعی عمومی دوست و متحدی را چنین نامیدن نهایت بی‌ظرافتی است. کارتر به نظر من آدمی بود عمیقاً درست و انسان. محاسن او را نباید منکر شد، ولی به نهایت درجه بی اراده بود. قادر به تصمیم گیری نبود. در لحظه عمل دچار تزلزل می شد و به طرزی غیر منتظره عقبگرد می کرد. وقتی کسی مسئولیتی سنگین چون ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده دارد و ناگزیر باید متوجه سرنوشت دنیا در کلیتش باشد، حق ندارد روزی 10 بار نظراتش را عوض کند. همانطور که همه می‌دانند، کارتر ریاست جمهوریش را با اعلام حرمت به حقوق بشر آغاز کرد. منطق این کار حکم می‌کرد که شاه را متعهد به دادن آزادی‌های بیشتر کند. ولی در اینجا هم آن سوال جاودانه مطرح می‌شد: آیا می‌توان یک شب ترک عادت کرد؟ در رابطه با همین اصل کارتر به اطرافیانش گفته بود: حفظ روابط با ایران کار سهلی نخواهد بود. این سخن حکم زنگ خطر را داشت. از یک طرف به پادشاه فشار می آورد که آزادی‌های بیشتر به مردم بدهد و این اقدام با بقیه کارها در تضاد بود. چون از طرف دیگر و در همان زمان آمریکایی‌ها از طریق رابطه‌های سیاه که در دل ساواک جا داده بودند فعالانه با رژیم شاه همکاری می‌کردند. حتی درخواست آمریکا برای دادن آزادی که قاعدتاً میبایست با تماس با اپوزیسیون همراه میشد، باز به این کار نینجامید. چند نفر از اعضای سنا و همراهانشان فقط چند روز قبل از رسیدن من به قدرت به ملاقاتم آمدند. در هر حال من آدمی نبودم که دنبال آنها بفرستم. 3 گروه مختلف به اشکال و دلایل مختلف از اوضاع ایران ناراضی بودند. ملاها، کمونیستها و ملیونی چون من. یک تجزیه و تحلیل روشن از اوضاع جزو واجبات بود. ولی نحوه کار دولت کارتر چنان بود که اطلاعات آشفته و با هرج و مرج تمام به ریاست جمهوری می رسید. برژنسکی گزارشش را جدا می داد. ونس این وزیر امور خارجه قابل ترحم جدا. هارلوت براون در پنتاگون و سازمان سیاه هم عیناً و ایزن. طبیعی است که این همه آشفتگی فقط موجب دوار سر آن رئیس جمهور مردد می شد. از این طرف هم بی‌نظمی در همان حد و حصر بود. میشل پونیاتوفسکی نقل می‌کند که در آخرین روزهای سلطنت شاه روزانه 5 تلفن از آمریکا به شاه میشد.
یکی از رئیس جمهور، یکی از شورای امنیت ملی، یکی از وزارت امور خارجه، یکی از پنتاگون و بالاخره یکی از سیا و هر کدام نظری مغایر دیگری درباره اوضاع به او میداد. و اینها سوای تلفن‌هایی بود که روزلین کارتر هر روز به شهبانو میکرد. پس جای تعجب نیست که در فاصله بین سقوط هویدا و کابینه ازهاری شاه بالاخره پس از سردرگمی‌های متعدد با رهبری ملی و دموکرات تماس گرفته باشد. پانویس اینجا توضیح داده در اوایل نوامبر 1982 یعنی زمانی که ترجمه کتاب یک رنگی برای چاپ آماده بود، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا حوادث دوران ریاست جمهوری خود را تحت عنوان با حفظ ایمان منتشر ساخت. گفته‌های کارتر درباره سالیوان و اشارتش در مورد سردرگمی‌هایی که گزارشات ضد و نقیض سفیر آمریکا و دیگر سیاستمداران آمریکایی در واشنگتن ایجاد کرده بود، دقیقاً مؤکد نظرات و تجزیه و تحلیل‌های شاپور بختیار است. سالیوان به روایت کارتر چنین موجودی است. در 28 اکتبر 1978 سالیوان تلگرافی به واشنگتن فرستاد به این مضمون: شاه تنها عنصری است که میتواند از یک سو ارتشیان را تحت نظارت داشته باشد و از سوی دیگر تغییر و تحولی قابل کنترل را رهبری کند. من با هر گونه مذاکره‌ای با خمینی مخالفم. از کتاب با حفظ ایمان صفحه 439. در اوایل نوامبر سفیر ما سالیوان اعتقاد راسخ پیدا کرده بود که باید به رهبران اپوزیسیون بیش از آنچه شاه تمایل دارد اختیارات و امکانات دخالت در مسائل مملکتی داده شود. همان کتاب صفحه 440. اواخر سال شاه شاپور بختیار را که سیاستمداری میانه رو و تحصیل کرده غرب بود انتخاب کرد و او نخست وزیری را پذیرفت. این رهبر جدید از خود قدرتی و استقلالی مایه تحیر نشان داد. در روزهای اول ماه ژانویه 1979 به نظر من ممکن می رسید که بختیار داخل پرانتز با آنکه هرگز از حمایت خمینی برخوردار نبود، به نظر من ممکن می رسید که بختیار بتواند طبق قانون اساسی موجود ایران کابینه‌ای تشکیل دهد. ولی سفیر ما سالیوان پیشنهاد میکرد که ما با تمام انتخاب‌های شاه مخالفت کنیم و عزیمت بلافاصله او را از ایران خواستار شویم و بکوشیم نوعی دوستی و اتحاد با خمینی برقرار سازیم. همان کتاب صفحات 442 و 443. چون سالیوان به هیچ وجه قادر نبود اطلاعات دقیقی از ارتش به ما بدهد، من به ژنرال هویزر دستور دادم که این مأموریت را در ایران انجام دهد. در 4 ژانویه 1979 من به گوادلوپ رفتم. دستوراتم دال بر این بود که تا آنجا که امکان دارد موقعیت شاه را تقویت کنیم. اما در آن روزها نحوه رفتار سفیر ما سالیوان که فکر و ذکرش فقط و فقط این شده بود که شاه باید بدون تأخیر برود، موجب نگرانی و آشفتگی ذهن من شده بود. سالیوان احوالات جنون زده و عصبی پیدا کرده بود. من هنوز بر طبق بعضی گزارش‌های او تصمیم می‌گرفتم، ولی بعدها برایم روشن شد که این گزارشات نه دقیق بوده و نه با تعادل فکری تهیه شده است. سالیوان مصر بود که ما فقط از خمینی حمایت کنیم. گزارش‌های سالیوان در مورد ارتش معمولاً با گزارشات هویزر مغایرت و تضاد داشت. به مرور زمان من به این نتیجه رسیدم که فقط به قضاوت‌های هویزر می شود اعتماد کرد. همان کتاب صفحات 443 و 444. پس از بازگشت به واشنگتن سالیوان کماکان به اصرارش برای دیدار مستقیم با خمینی و ریختن طرح و نقشه‌ای با او ادامه میداد. ظاهراً سالیوان ضابطه برخورد و تعادلش را از دست داده بود و در تاریخ 10 ژانویه برای ونس تلگرافی فرستاد که در مرز گستاخی بود. از عرضه تجزیه و تحلیل معقول و منطقی درباره اوضاع بغرنج ایران کاملاً عاجز بود. در هفته‌های اخیر به دلیل تغییر جهت دادنهایش
داخل پرانتز از پشتیبانی بدون قید و شرط از شاه تا حمایت 100% از خمینی. اعتماد من نسبت به او سست شده بود. از وزیر خارجه خواستم که از تهران احضارش کنند، ولی داخل پرانتز همان کتاب صفحه 446. در این زمان من از هویزر خواستم که به آمریکا بازگردد و گزارشی حضوری به من بدهد. او به من گفت که تفاوت فاحشی میان تعبیر او و سالیوان از سیاست آمریکا وجود داشته است. سالیوان تنها کسی نبود که موجب دردسر مرا فراهم آورده بود. یک سلسله اخبار افسانه‌وار در واشنگتن از طرف منابع مختلف گرد آمده بود. همان کتاب صفحه 449.